به نام خدا، رضا قنبری هستم، اهل خراسان شمالی، مشغول پرورش و اصلاح نژاد گوشتی بوئر. فکر کنم اولینم تو خراسان شمالی. یک سالی هست که مشغول اصلاح نژادم. پایه های مادریشون بزای بختیاری هن که هم از نظر مقاومت، هم از نظر دست نخوردگی ژنتیکشون، هم از نظر جثه ماشاءالله نژاد خوب و مقاومیه. بهترین گزینه رو برای اصلاح نژاد با بوئر پیشنهاد میکنم، چون ژنتیکش دست نخورده است. بهتر یعنی زودتر اصلاح نژاد میشه، یعنی ژن نر غالبه. و همین الان اگه نگاه کنین اینا F1 های ما هستن که حدوداً 2.5 ماهشونه و اینم نرمون که خیلی آروم مشغوله با بقیه بزا توی زمین معمولی تو مرتم میچرن. اصلا برای کسایی که میخوان تو محیطای نیمه صنعتی اینا رو نگهداری کنن اصلا باعث اذیتشون نمیشه. خیلی راحت مثل بقیه بزا میان بیرون و همون گوشت رو میگیرن. همینو اگه الان از نظر وزنی بخوایم مقایسه کنیم با یه نر همسن و سال خودش با این نژاد بختیاری، تقریبا 1.5 برابر وزنش بیشتره. ما رو دنبال کنین، کانال حتما داشته باشین، حتما از آموزش ها، سیدرگذاری، تزریق هورمون، تغذیه و مرتع براتون فیلم های بیشتری میذارم.